خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وای باز به تو قهری می شود. وای تصور کند وای خواهر که وای با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وای با تو قهری نکرده است، وای با خدا قهری کرده است، وای با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیرجان رفته دعا میگیرم. قسم به خدا حضرت امیرجان، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشویم. حضرت امیرجان چنان عالم، چنان فیلسوف بودن که اونها بیزار بودن از این زنهایی که فتح پوش بودن. اونها بیزار بودن وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیرجان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیرجان دعای او را به تو میگویم. وای میگوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیرجان است. خدای مهربان میگوید دعا میکند حضرت امیرجان که اصلا تو را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت تیزتر از نزد من گم شو. این دعای حضرت امیرجان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم، من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیرجان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت روسیه، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بی خبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردن، مبدل با سری لوچ کردن، مبادل به گردنهای لوچ کردن، ما و شما چرا دعوت نکنید؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردن که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردن؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوز شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستین ها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پسی پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پسی پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لیکن آستین دار باشد، لیکن پیشی برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلده کردن کار قین است؟ ببینید دیگر زنها خدا برکت شانتیت در شهر وقتی میبینی چی زینت زیبا دارند. اونها نمیتوانند، میتوانند، لیکن ایمان و خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشود که اون خانه خانه با ترتیب بوده، اون خانه خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده.